سلام دوستان، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. این کانال HCR نیوز هست و امروز با یک ویدیوی آموزشی دیگه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که از این ویدیو چیزی که لازمه رو یاد بگیرید. دوستان شاید خیلی وقتا براتون پیش بیاد که توی اینستاگرام یا حالا یه صفحه‌ای توی فضای مجازی بسازید و توی قسمت بیوگرافی ندونید که چه چیزی بنویسید یا چه چیزی بهتره که بنویسید که مناسب صفحتون باشه. برای همین منم توی این ویدیو قراره که بهتون یک سایتی رو معرفی کنم که در اصل براتون بیوگرافی بسازه. توی اون سایت وارد میکنید که پیجتون چه نوع پیجیه و اون سایت هم بر اساس چیزی که وارد کردید براتون اون بیوگرافی که میخواید رو میسازه. و اینکه اگه تا الان توی کانال من مشترک نشدید حتما دکمه اشتراک یا سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش هم حتما فعال کنید و روی آل قرار بدید تا هر وقت ویدیو جدید منتشر کردم براتون نوتیفیکیشن ارسال بشه و مطلع بشید و تشریف بیارید و ویدیوی منو ببینید. و اینکه اگه سوالی داشتید یا ایده‌ای داشتید توی کامنت ها بگید که مطمئن باشید من همه کامنت ها رو میبینم و جوابتون رو میدم. و اینکه معطل نباشید دیگه بریم سراغ آموزش. خب دوستان، اول از همه که باید وارد مرورگرتون بشید. بعد از قسمت سرچ بیوگرافی جنراتور رو سرچ میکنید. خب در اینجا این سایت آهرس فکر کنم اسمش باشه، این سایت رو باز میکنید. توجه داشته باشید نیاز به فیلتر شکن هم نداره و از طریق اندروید هم میتونید این کار رو بکنید. خب با یه همچین صفحه‌ای مواجه میشید. در این قسمت فضای مجازی رو نوشته که به حالت خودکار روی اینستاگرام فعال شده، حالا میتونید عوضش کنید. همینطور که میبینید حالا اینجا برنامه‌های زیادی هستن، مثلا من حالا روی یوتیوب میذارمش. در اینجا هم میگه که چند تا براتون بسازه، حالا من روی همون 3 عدد میذارمش. بعد اینکه اینجا هشتگ فعال ایموجی هم یا همون شکلک هم براتون فعال، حالا میتونید غیر فعالش کنید یا فعال بذاریدش. حالا من ایموجی ها رو غیر فعال میکنم و فقط هشتگ ها رو میسازم. و از این قسمت هم زبان مورد نظرتون رو انتخاب میکنید، میتونید روی همون انگلیسی بذارید، حالا من روی فارسی میذارمش. و از این قسمت هم سبکش رو انتخاب میکنید که مثلا حالا این فرندلی یا همون دوستان هست، این حرفه، دیپلماتیک یا حالا آکادمی، سبک‌های مختلفی هستن که میتونید انتخاب کنید. خب حالا من روی حالت پروفشنال میذارم و از این قسمت عنوان رو انتخاب میکنید. مثلا من مینویسم کانال یوتیوب در مورد خدمات کامپیوتر و ترفندهای موبایل. خب و روی جنریت ویو کلیک میکنم. در اینجا میخواد که وریفای بشه. خب کلیک میکنیم و فعالش میکنیم. همینطور که میبینید در حال ساخت ویو هست. خب در اینجا سه تا بیوگرافی برامون میاره. حالا اینجا چون متن من طولانیه برای همین یکم حالا کم نوشته. حالا اگه مثلا من فقط بنویسم کانال یوتیوب و روی جنریت کلیک کنم فکر کنم که متنش بیشتر باشه. حالا امتحان میکنیم. خب در اینجا یه بیوگرافی حالا آورده و 282 کاراکتر هست. میتونید روی این گزینه کلیک کنید و بیوگرافی یا همون متن کپی بشه و برید توی کانال یوتیوبتون و اینو اونجا پیست کنید. و یا اگه برنامه دیگه ای میخواید از اینجا میتونید حالا برنامه رو انتخاب کنید یا سبکش رو عوض کنید یا حالا زبان مختلفی بذارید و میتونید تنظیماتی که خودتون میخواید رو انجام بدید. دوستان مرسی که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. امیدوارم که یاد گرفته باشید چطور این کار رو بکنید و اینکه اگه سوالی داشتید در مورد این آموزش حتما توی قسمت کامنت ها بگید که مطمئن باشید جوابتون رو میدم و راهنماییتون میکنم. و اینکه اگه هنوز کانالمو سابسکرایب نکردید
دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزنید و زنگولش هم فعال کنید و روی حالت آل قرار بدید تا هر وقت ویدیو جدید منتشر کردم مطلع بشید و تشریف بیارید و ویدیو جدید منو ببینید. و اینکه اگه از ویدیو خوشتون اومده بود حتما هم این ویدیو رو لایک کنید و اینکه منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.